چرا یه مرد میتونه 5 تا زن بگیره ولی یه زن تو منو میگیری؟ حاج آقا منو نمیگیره جواب میدم ولی منو نمیگیره حاج آقا ببین من چی میگم من میخوام زنت شم مونس همدمت شم من میخوام به این عباس قسم بخورم که تا پاش میمونه میخوای مثل سلطان سلیمان بوسش کنم حاج آقا ولی منو بگیر حاج آقا رئیس اینجایی ما حاج آقا النکاح و سنتی بعدش خوشبالا بعدش خوشبالا مدرسه 18 شهریور فقط با بچه‌هاش حاج آقا چادری خوشت اومده منم اب نداره اینجوری بگیر ثوابه منو بگیری نه دست خوشت اومده حاجی چادری بینم چشایت حاج آقا فقط من می‌خواستم به این عباس قسم بخورم این باید با من صحبت حاجی میگن حاجی تکون حاجی تکون حاجی زردالوها رو به تکون این قضیه اینها اینجا ما اینجا مدرسه آجا با حاجی آهنگ بخونیم حاجی منم haralısın, bakacağımız maralısın. Gözlersen okuyayım, haram değil. حاج آقا میشه یه شعر بخونیم ازش؟ حاج آقا بیدن شعر آقا حاج آقا میگن تو باغ میرن تر میشن منو میبینن خر میشن این معنیش یعنی حاج آقا میبینی حسین ابلیس چی گفته؟ میگه به این جماعت امید بده به جوش کنید رابیا بقیه‌شو بگم رابیا نه کسی دیره بریم مجاری حاج آقا دادا بریم مجاری دور حاج آقا اینا ثواب نیست مزاح کردیم اینایی که میگی ثواب نیست چرا منو نمیگیری؟ اگه ثوابه چرا منو نمیگیری؟ حاج آقا ول کن اینا بای فور ایور حاجی آقا بدونی پشت چادرش چه چیزایی داره آدم افتاده دنبال اون پشت چادرش همه چی از آرزو میگی نه ببین برو خونه خودش من دیدم برگشت به این پیسرش قسم اینجا رو میبینی به این میگم پیسر به ترکی به این پیسر قسم حالا ببین میخواد بره زیر چادر رو بکن نه کجاست خدا بزار خونه اون خانم کدوم داره چشم